الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. برادران عزیز، خداوند شکر میکنیم که برای من و شما عمر را ارزانی داد، تن صحت، باز به این جمعه رسیدیم. پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم میگوید که من الجمعه الى الجمعه مکفرات، از این جمعه تا این جمعه بخشش گناهان است. من شما دعا میکنیم پروردگارا در این روز اجابت دعا، در این روز بخشش گناهان من و شما را بیامرزد، گذشتگان من و شما را رحمت و مغفرت و شایسته جنت کند، زنده را زندگی با بندگی نصیب کند. پروردگارا به فرزندان و فرزندان سالم و صالح عطا کند، به شوهران و شوهران با ننگ و با ناموس عطا کند، به همسران و همسران پاک دامن نصیب کند. پروردگارا امنیت و ثبات کشور ما را همیشگی بگرداند. پروردگارا جوانانی که در مهاجرت هستند در پناه عصمت خودش که به خطر، به ضرر، به آلایش از نگاه بدارد. پروردگارا اون سربازانی که در مرز بوم کشور برای آرامش کشور خوابشون را ترک کردند، همه را در امان خودش نگاه بدارد. این عبادت های ما را، رکوع و سجده و قیام ما را به درگاهش بپذیرد. پروردگارا گناهان من و شما را بیامرزد. یک روز من و شما را از دنیا برد که از من و شما راضی باشد. برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تعالى في محكم تنزيله ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. خداوند در این آیت می فرماید که شما یکدیگرتان را پندگو باشین، نصیحتگو باشین، یکدیگرت را پند بدهین. این پند دادن یکدیگر شما تنفع المؤمنین، برای مؤمنین منفعت دارد، برای مؤمنین نفع رسان هست. برای همون وقتی که علما در روز جمعه واعظی میکنن، صحبت میکنن، همه اینها به خاطر هست که در جاده بندگی شما سهم داشته باشند. چیزی بگن از غذای معنوی انسانها که انسانها در زندگیشان زندگی سالم، ایمان کامل، بندگی مقبول درگاه خدا داشته باشند. همه این امر معروف ها برای همین است. برای همین اون مالک، اون مدبر، اون آفریدگار زمین و آسمان، اون آفریدگار من و شما نزد هر مؤمن باید خودش امتحان کند که چقدر قیمت دارد اون مالک. اون حی لا یموت، ذاتی که هرگز نمیمیرد و همه چی میمیرن فنا میشوند، اون چقدر نزد این برادر قیمت دارد. آیا از حرام های اون دست کشید؟ آیا اون با حلال های اون چنگ زد؟ آیا اون طاعت و عبادتی که خداوند آفرید اون را لبیک میگوید این برادر مؤمن مایانه؟ علما بر این اتفاقن که هر وقت نماز وقتش میدراید تجدید امر میشود. الله تعالی امر میکند هر یک بنده را که یا عبدی اعبدنی، ای بنده من مرا عبادت کن. صدا میکند، امر میکند، تجدید امر میشود. آیا این بندگان لبیک خدا را قدر و قیمت کردن پذیرفتن یا نه؟ آیا انسان قیمت ترین جوهر این زمین و آسمان است؟ آیا این را قدر منزلت کردن یا نه؟ خود انسان برای وجود خودش در نزد خدا مسئول است. لنفسک علیک حق، نفس خودت را در نزد خدا جواب میگویی. همه این اعضایی که الله تعالی داد اینا امانت هست. حق نداری در اینها ظلم کنی. آیا این چیزها را من و شما قدر میکنیم یا نمیکنیم؟ نماز یگانه گنجینه و مقام و مکان بخشش گناهان مؤمن است. میگه اذا قام الرجل الى الصلاه یوزع ذنوبه على عواتقه یتساقط منه كل ما يركع و يسجد. میگه وقتی شخص در نماز میخیزد گناهان او در کتف اون بار کرده میشود، گذاشته میشود. هر وقتی که رکوع و سجده میکنه اینا میغلطند.
می افتن اینا در حالت رکوع و سجده. پس یک محور و مکان بخشش گناهان، پاک کردن انسان پیش پروردگار، این نماز است. این نماز، با این نماز بخشش گناهان است برای اون انسانی که قلبش معلق به مسجد است، قلبش معلق بر این است که وقتی نماز بیاید باز نماز دیگر را ادا کند. اما اگر این نمازها فوت شوند، چقدر معصیت و گناه است، چقدر نافرمانی خدا هست. انسان پیش خدا قیمت خودش را گم میکند. اگرچه فی احسن تقویم، در بهترین صورت انسان را آفرید، اون را خلیفه خودش در زمین قرار داد. خلفا بعد الخلف، جیلا بعد الجیل، یعنی زمین را کی می سازد؟ الله میگوید اینی جاعل فی الارض خلیفه، من در زمین خلیفه می آفرم، یعنی انسان را می آفرم، انسان عاقل را می آفرم که برنامه ریزی جهان را برنامه میکند، میان انسان ها امر و تدبیر میکند. نظام دنیا را ببین، سلطان هست، وزیر هست، مقامدار هست، حکومتدار هست، اینها را الله تعالی گو من در زمین می آفرم، اینها تدبیر زمین را به دست میگیرند، اینها بندگی مرا به دست میگیرند. و اگر این انسان اون مالک را نشناخت، قیمت اون را نشناخت، برای چی خلق شد اون را تأمل و تدبر نکرد. در صحیح البخاری حدیث است، میگه من فاتته صلاة العصر فکأنما هلک اهله و ماله، کسی را نماز عصرش قضا می شود گویا خانوادش با مالش هلاک شده است. این چیزی ندارد از دارایی. دارایی بندگی پیش خدا فرمان برداری خدا هست و قیمت ترین دارایی بندگی پیش خدا ایمان است. این گوهر، این گنجینه را اگر داری، از دنیا گذشتی ضایع نشید، این جسد، این میت ضایع نشد، این از وطن با وطن سفر کرد. این لله و انا الیه راجعون. چون که اون این گنجینه را داشت. در حدیث میاد میگه روز قیامت میشود یک انسان را خداوند محاکمه میکند، هیچ اعمال شایسته ندارد، در نتیجه حساب و کتاب سر فرو میرود، هیچ خیری وجود ندارد، همه معصیت و گناه است. یک ملائکه این مرد را خبر میکند که ولک حسنه، تو یک نیکی داری. میگه با یک نیکی من چیکار میکنم؟ این قد گناه، یک نیکی را من چیکار میکنم؟ اون چیکار میکند برای من اون نیکی؟ میگه اذا جیء به هی لا اله الا الله، وقتی اون نیکی را آوردن، اون نیکی لا اله الا الله بود، اون نیکی همین گنجینه ایمان بود، سعادت بندگی پیش خدا بود. فادخل الجنت، میگه این داخل جنت با همین نیکی. برای همون انسان باید این را قیمت کند، قدر کند. بعضی از برادران اینقدر شوخی باز شدن، اینقدر در شوخی و بیهودگویی و مسخره یک دیگر شدن که یک نمازخانه نام گذاشتن 5 وقته ای، یک نمازخانه گذاشتن که فلان فلان ابدگاه محبت ناز و شوخی بر نمی دارد. بزرگان ما همین دین هم میگفتن که در دین شوخی نکنید، با خدا و رسول و نماز و مسجد این مقام شوخی نیست. انسان از ایمان خارج می شود و خودش نمی داند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن بعضی از امتان من صبح مؤمنن شام کافرن، شام کافرن صبح مؤمنن. برای همون این زبان نگاه بدارم برادران. انسان بسیاری وقت همین زبانش میبرد هر جا که برد. برای همین یک مرد پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اومد، گوی پیامبر خدا من چوپانم، من شتربانم، من نمیتونم قطع شما بشینم و درس بخوانم و بشینم امر معروف گوش کنم، یک عمل بگو همون را بکنم جنت برم. پیامبر صلی الله علیه و سلم مقدار ایستادن، گفتن امسک علیک لسانک، زبان تا بقب جنت میره. بس ها انسان هایی هستند که این زبان قیمت اونها را پس کرده. بس انسان هایی است که این زبان پشت پنجره برد اونها را. بس انسان هایی هستند که این زبان اعمال اونها را سیاه کرد. برای همون پیامبر میگه قل خیرا او لیصمت، یا نیک بگو یا خاموش باش. برادران عزیز،
زمان من شما زندگی میکنیم، قانونها و حکمها و موضوع امروز درباره این است که خیانت وطن بخشیده نمی شود. موضوع بسیار موضوع حساس است. برای چی این موضوع بسیار موضوع مبرم روز شده است برای دولت و برای ملت؟ به خاطر اینکه یک پارچه زمین در این کره زمین داشتن بسا کار کلان شده است. امروز کسی یک مؤمن و یک مسلمان میفریبد، به طریق همون ایمانش میفریبد، خصوصا جوانان ملت ما. همون ایمان 1300 ساله ما، همون مذهبی بودن ما، همون اخلاص و دینداری ما را میفریبن. باید همه اینها سیاست های ابرقدرت ها هست که اینها را میکشند. مؤمن از روزهای گذشته امروز خیلی باید هوشیار باشد. اینقدر در پی دنیا شده است که برای مال دنیا همه کارا میکنند. ایمان میتند، تعلیمات دین میتند، دست به قتل انسان میزنند، خون انسان را میریزانند. آیا ما یک بار قرآن عظیم و شان، احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را بیاموزیم؟ آیا قتل انسان در پرتو دین اجازت هست یا نیست؟ قرآن میگوید انسان غیر دین را کشتن درست نیست. میگه من قتل نفسا، کسی نفس را بکشد، آن صفتی او مؤمن و مسلمان نیست. در دوام آیت میگه که بغیر اینکه او کسی را کشته است، بغیر نفس و بدون یگام سبب و جنایت، فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا همه مردم را کشته است نزد خدا که گناهگار میشه. جان انسان به نهایت پیش خدا قدر دارد. وقتی انسان را می آفرند، فنفخ فیه من روحه، خداوند اون را از روح که حقیقت روح در قرآن بحث می شود، اون را انبیاء علیه السلام، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه یسالونک عن الروح، تو را میپرسند که روح چی چیز است؟ تو بگو الروح من امر ربی، روح امر الله من است. و ما اوتیت من العلم الا قلیل، من اندک علم داده شدگیم، حقیقت روح را خودم نمیدانم، بسا این روح قیمت است نزد خدا. انسان همه چیزش پیش خود امانت است. شما ببینید در دیدگاه فقهی، در دیدگاه دین مبین اسلام، انسان را اعضای بدنش را فروختن حرام است، پول او را استفاده کردن حرام است. حق ندارد انسان، چون که ما ملک کامل نداریم برای اعضای خودمان. ملک عاریت داره، حق استفاده داره. چیزی را که تو ملک تام نداری، فروخت و خرید اون حرام است در اسلام. بیع ما لا یملک جایز نیست. همه اینها را ما مسئوله، ما جوابگویم. و بزرگترین اعضای حیات برای این جسم همین جان است. گرفتن این، شما قرآن را بخونید، اینقدر این جان عزیز است پیش خدا، اینقدر محترم است. خوک نجس العینه، لیکن میگه در یک جرف هیچ طعامی ندارد، خوک بکشه بخوره. میگه اون نجس العین است. 3 سال پس اگر خوک مردگی را ناخونش در کیسه باشد، نماز خواندن درست نیست. هیچ آب ندارد، خون ندارد، زرداب ندارد، گوشت ندارد، ناخونی خالی است، چون که عینش باقی است. نجس العین خون، اجازت نیست با اون نماز بخونه. لیکن الله میگه تا طعام یافتن شه، از همه بخرد جانش از دست نده. غیر باغ ولا عاد، او قنخ را میگه آرق بزنه و تا طعام یافتن شه، تا دستش به یک حلال زدن همه استفاده کنه، جانش نبراید. حتی الله در باب عقاید مؤمن میگوید که اگر مؤمن را در راه قپیدن، در دشت دشمن ها زد، مجبورش کردن که از دین بر بگردد، انکار کند خدا را، الله میگه این مرا انکار کند، جانش نگاه بدارد، این پیش من مؤمن است. الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، میگه اگر این مرا رد کند، بگم من خدای ده ایمان ندارم، برای که جانش حفظ کند، میگه این اجازت دارد این بنده. و قلب این ده میگه ما باشم، مرا در قلبش نگاه بدارد که الله آفریدگار، الله یکتا اون وجود دارد، من با او ایمان دارم. نیکی با زبانش مرا انکار کند، جان از دست نده. اینقدر این جان عزیز است پیش پروردگار. کی حق دارد این را بگیرد؟ کی این اجازت را دارد؟ در صحیح البخاری، در روزی که یوم یجعل الولدان شیبا، روز قیامت اینقدر سنگین است که کودک ها سرشان سفید می شود. 50,000 سنه،
50,000 سال حساب و کتاب دارد. با اون عظمت اولین دیوانه که میارن، صحیح بخاری میگه که اول دیوان یؤتی یوم القیامت الدماء فی الدماء، اولین دیوانه که روز قیامت میارن دیوان خونها هست. انسانهایی که دست به قتل انسان زدن، دست به روح و جان انسان زدن. در روایت میاد که انسان مقتول از گریبانش خون سر کرده ریخته ریخته میآید، از یک دستش میگه همون قاتل گرفته است، در یک دستش سر خودش را میآید، یا ای ربی، میگه ربی من سل هذا بما قتلنی، بپرس این را برای چی مرا قتل کرده است. اون روز بسیار روز سنگین است. برای همون پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگفتند که ای صحابگان من، رسواگی دنیا در نزد رسواگی قیامت هیچ قدری ندارد. این جوان ما را، این پسر ما را، این مؤمن ما را، این برادر ما را کی وادار میکند با این کشتار؟ از کدام تعلیمات اسلامی؟ اسلام از سر تا پا همیشه تا اینکه این کار عقاید است جان انسان را حفظ میکند، مکرم و معزز میداند. وقتی خداوند انسان را می آفرد میگه من این را خلیفه زمین آفریدم، این جاعل فی الارض خلیفه، یعنی این در زمین امور و تدبیر زمین میکند، این در زمین بندگی خدا را میکند، برای عبادت خدا می را آفریدم. ملائکه ها چی گفتن؟ گفتن این در زمین فساد میارد، خون میریزد. با یک جمله الله اینا را جواب داد، گفت اینی اعلم ما لا تعلمون، درباره این انسان چیزهای من میدانم که شما نمیدانید. بندگان داشت که پسرش را با قربانگاه کشید، اهل ملک گریستند، چه بسا انسان مؤمن آدمه که ما در آفریدنش مانع شدیم امروز برای خدا همه چی را قربان میکنه. بندگان دارد شب در گریان، شب در قیامن، در سجدن. کلام الله مجید 300 صحیفه و 30 پاره 114 سوره قرآن جوانان ما را حفظ میکنند با تمام زیر و زبر و نقاطش. الله گو درباره این انسان چیزهای من میدارم شما نمیدانید و این را خلق میکنه و این قدر این را دوست میدارد الله بنده مؤمنه در روزی همون سنگینه که سری کودک ها سفید میشود، همه لخت هستند، نمیدانند که من نرم یا ماده‌ام، فقط اعمال را نگاه دارند که به دستی راست داده میشود چپ، من جنت میرم یا جهنم، انتظار این را دارند. اون روز معامله پروردگار با بندگان مؤمنش تماما دیگر است. اونها 50,000 سال در اونجا نیستند، اونها در پیش مردم گناهانشان پرسیده نمیشوند. و یدن المؤمن الی کنفی، مؤمن نزدیک میکند الله پیش خودش، میگوید هل فعلت کذا و کذا و کذا، اینه گناه، اینه گناه، اینه گناه کدگی. میگه ای ربی کدگی، میگه سترتک فی دنیا غفرت لك فی الاخره، در دنیا سترشون کردم اینجا بخشیدم شون برا جنت برا. به خاطر همین گنجینه ایمان. برای همون برادران عزیز، من و شما بسیار باید در این معامله هوشیار باشیم، در حفظ بندگی خدا، در حفظ ایمان، در حفظ این که ما بنده سالم خدا باشیم. اینا همه دست با همین قتل مسلمان ها اراده کردن ابرقدرت ها. امروز خودشان در مقابل اینها نمیستن. این شیعه هست تو سنی بزنین، این سلفی و مدخلی و تحریری و تکفیری هست تو حنفی هستی بزنین. مسجد را حکم بر کفر میکند در عالم اسلام. بر ایمان و تعلیمی که اسلام دارد برای من و شما میخندن مردم. حالا که پیامبر خدا میگه مؤمن لا یلدغ من جحر الواحد مرتين، مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمیشود. مؤمن هوشیار و ذکی است. کجا میروند این برادران ما؟ دست به قتل و برخون میزنند. کدام تعلیمات را دنبال میکنند؟ قرآن میگوید، حدیث میگوید، بزرگان میگویند که اگر جنت رفتنی هستی به آزار باش، غیبت نکن، تحقیر نکن، ارضا آبروی کسی را نریزان، دست و زبان تو در امن باشند، خودت مسلمان باش، خودت اسلامی باش، بیا برای جنت. اما همیشه چیزی دیگری وجود دارد. در همه جمعیت ها یک گروه جنایتکاری وجود دارد. انسان هایی که طبیعت بد دارد، اونها را دیگر نه ادیب و نه ادبیات
چیزی هم راست کردن نمیتواند. استاد میگفت کژدم صاحبشان میگزه، اون انسانی که میآید پیش کژدم او را میگزه. یگانه مخلوقی است که او را اگر کلام بکند خورد بگیرد، همین موقع بیاود صاحبشانش میزند. طبیعت بد است، طبیعت خوب نیست. برای چند پول و درهم دنیا، برای چند مال، آیا من شما ندیدیم این مالدارا چی شدن؟ من در تاریخ خوندم میگه سلیمان ابن عبدالملک پیش از عمر ابن عبدالعزیز پادشاه بودن. اینا یک تا سلیمان ابن مقاتل یک داملا داشتن، نصیحتگرشان بود، واعظشان بود. میگه وقتی ابو جعفر المنصور خلیفه شد جای عمر ابن عبدالعزیز ده، میگه همین سلیمان ابن مقاتل ایدر در اومد، همه تبریکش میکردن پادشاه را. میگه همونجا در اومد، میگه سلیمان ابن مقاتل که این ابو جعفر المنصور دید، گفت یا مقاتل عزنا، ای مقاتل، گفت ما را یا نصیحت بکن، امروز ما صاحب وظیفه شدیم، صاحب منبر و کرسی شدیم، گفت ما را یا نصیحت کن. رزق از جانب الله هست برادر. میلیون داشت امروز گدا هست، یک تنگه نداشت امروز 10 تا خانه داره. میگه جز رزق مقدر نیست حاصل کامت، اگر چون عنکبوتان رشته بر 100 دام و در بندی، تار تنه گوری تار بتنی، اون خالق رزاقی که ترا عطا میکند همون میآید به کامیت. گفت که من ترا چی نصیحت کنم؟ اعیذک بما سمعت او بما رأیت، من ترا از خوندگیام و شنویدگیام نصیحتت کنم یا از دیدگیام؟ گفت که از دیدگیات مرا نصیحت کن. گفت که یا ابا منصور قبلک علی هذا المنبر، قبل از تو گفت در همین کرسی سلیمان ابن عبدالملک گفت پادشاه بود. وقتی که او از دنیا گذشت مرا فیراد کردن که بیا طریقه بکن، میراث تقسیم کن. ولی مردی ما نمیکنه طریقه میراث تقسیم نمیکنه، فرض است. نص قرآن قطعی ثابت شده است. وقتی که من در اونجا رسیدم بعد وفات اون پادشاه سلیمان ابن عبدالملک، میگه یک از همسرای او ده 80,000 دینار، 80,000 دینار رسید، غیر جزور و قصور، غیر قصرها و شترها. شما ببینید که مادر 8 حصه 1 حصه میگیره، پس بچهای اون میلیون گرفته گیر. این قدر میراث کلان داشت، میگه تقسیم کرد. بعد او میگه عمر ابن عبدالعزیز در همین منبر میگه پادشاه بود. این اکه ابو جعفر المنصور نصیحت داره. میگه وقتی عمر ابن عبدالعزیز از دنیا گذشت مرا فیراد کرده، آمدم برای طریقش، فوجدنا 18 دینار، از خانش میگه 18 دینار یافته. ترک 11 ولدا، 11 تا فرزند گذاشته. 4 دینار ایده میگه کفن خریدیم، 5 دینارش در قبر خریدیم، 9 دینار امیره میگه در امو 11 فرزندا تقسیم کردیم. یعنی چیزی نداره ای دارایی، این خیلی چیزی ناچیز است. بعد میگه که والله یا ابا منصور، قسم به الله، میگه ای ابا منصور، در زندگیم ابنا من ابناء سلیمان ابن عبدالملک، پسر از پسران سلیمان ابن عبدالملک دیدم، اونایی که میلیون رسیده بود در میراث. میگه اون را دیدم یسأل الناس فی الطریق، در راه ایستاده چهارراه گداگی میکنه. و قسم به خدا میگه ای ابا منصور، پسر از پسران عمر ابن عبدالعزیز دیدم، همون 11 فرزنده که 9 دینار داشتن همگی. یحمل 100 فرس، 100 تا اسب پیش کده رفته است. میگه پرسیدم، پیشه گرفتم، گفتم کجا میبری اینها را؟ گو اتصدق فی سبیل الله، در راه خدا صدقه میکنم اینها را. این قدر الله او را داده، گفت که برای همین رزق از جانب الله است. نشود برادر ما برای 4 تنگه ایمان خودش را از دست بتد، بندگی پیش خدا را از دست بتد. در ابتدای صحبت هم من گفتم هستن همیخیل پدر و مادرای، هستن همیخیل برادران فرزندان بندگان خدایی که طبیعتا بدن، در سیریشتش بدی است، و مانند همون کژدم و مانند همون مار سیاه، اینا روز میکوان موقع میکوان کسی را نیش بزنن. زمان استودنتی ده ما همون طالب علمی ده ما را شعرهای زمان جاهلی را میتن که بخونیم برای کلام عربه یاد گرفتن، سخنهای عربه. بعد در همونجا یک قصه خوانده بودم، یعنی چیزی که طبیعتا بد است اون راست نمیشود. پیغمبر میگه که اذا سمعتم ظل جبل عن مکانه فصدقوه، میگه اگر شما شنویدین کوه از جاش سفر کرده، میگه تصدیقش بکنید.
اگر بگین عادت انسان بد ایواز شده، میگه تصدیقش نکنین. این سخن پیامبر خدا معلم دین من شما صلی الله علیه وسلم. بعضیا متاسفانه اینقدر بدن، از انسانگری چیزی نمیدانند. اولئک کالانعام بل هم اضل. قرآن میگه مثل چارپان بلکه از چارپا پسترند. در اون شعر من چی خوانده بودم؟ میگه یک روز یک صیاد جنگل میرود شکار، در جنگل میبیند که کدام به نیزه گرگ زده، گرگ خونش ریخته مرده، لیکن از سینه های همون گرگ شیر میچکد. میگه این صیاد گفت که این گرگ پسر دارد، یه جای خانه دارد، پسر دارد. میگه دنبال کرد، خیلی صیادا با میدونن پای پای همون را میگیرد میره. میگه میرود که هلچه اون را میآورد جایی که فرزنداش است. اونجا را پیدا میکند، داخلش که میرود یک بچه دارد دیگه. عینه مغمضتان، میگه چشماش باز نشیده. مردم خدمت میدونن که کچکای را که میارن خانه ولی چشماش باز نشیده است. میگه چشماش هوی نشیده ولی را، ولی نه مادر شدیده نه کسی را دیده. میگه اینا برداشت خانه شما، در خانه همسرش است، فرزندش است و یک تا بز دارن، صبحانه همون بزن میجوشن، شیر همون را میخورن، صبحانه میکنن. میگه اینا گرفت خانه آورد، او بزن بغزالش وفات کرده بودم، یا بز بود دارویش. میگه اومد همسرش گفت که این مخلوق خدا را دیدی؟ گفت او چش کسی در جنگل زده مرده و چش کشته، این چشماش باز نیسته، ولی امی شیره که خودمون میخوریم یا حساب بکن ایران بتی. میگه همسر ایره هر روز شیر میداد از شیر اون باز. این گرگ بچه میگه کلان شید، با قوت شید، دوید پرید بالا پایان. میگه یک روز یعنی خانگی سفر کردن اول میگه همین صیاد خودش برگشت خانه آمد با اسب. میگه برگشت آمد که این گرگ بچه میگه بزا کفانده و جیگرش خورده است. غضبی میشود، نیزه را میگیرد، تیر میدازد و میگه بکش میره. دوروی خانواده را کشته. نه که خودش هم بچه همی خانه یکو همینجا کلان شده است. سرش میکند گرد همون خانه میگریزد، میره در یک بلندی میستد، نمیرود خانه همینجا. بعد نیزه را میگیرد و میگه که اکلت شویحتی و فجعت قلبی. میگه بزیچه مرا خوردی، میگه دل مشکستی. و انت لشاتنا ولد ربیب. حالا آن که تو پسر یا نمی بزی. غزیت بدرها و ربیت فینا. از سینه این شیر خوردی، میگه و در این خانه خیانت کردی. و من انباک ان اباک ذیب. ای نامرد، میگه کی گفت را که تو بچه گرگی؟ تو در این خانه چشمات باز کردی، همین بزا دیدی، مرا دیدی. و من انباک ان اباک ذیب. تو را کی گفت که تو گرگی؟ تو را کی گفت که اتای تو گرگه؟ بعد غضبی که میشه میگه که اذا كانت تباع سوء فلا ادب يفيد ولا ادیب. میگه طبیعت بد باشد، طبیعت پلید باشد، نه ادیب نه ادبیات میگه او را راست نمیکنه. اون بچه گرگ است. بعض انسان های بندگان خدا گرگ صفت هست. از مؤمنی و بندگی چیزی نمیدانند. از اینکه انسان تمام شیخ الحدیث هایی را که من در حیات زیارت کردم، چیزی از اونها من آموختم، میگفتم که استاد شما بنده ای را، صفت بنده ای را میدونید که از سیروی صفت ها و طاعت بندگیش بگوی این جنتی است. همه اونها یک جواب داشتن. میگفتم بچم ما نمیدونیم کی جنتی است با وجود همه اعمال نیکش، لیکن استادهای ما میگفتن که کسی مردم آزار نباشد جنت میره. انسان باید به آزار باشد، بنده خدا باشد انسان. برای همون برادران عزیز انشالله استاد تا جمعه دیگر میآیند، باز در نصیحت من و شما هستند، انشالله از ایشان استفاده میکنیم. خداوند شفای کامل عاجل عطا کند و عزت و آبرو همه که استاد و دیگر علما را خداوند حفظ کند. پروردگار جمعه من و شما را مبارک کند، بیماران ما را شفای کامل عاجل عطا کند. پروردگار را همه مردمی که در مهاجرت پریشانی دارند، پروردگار آنها را در پناه عصمت خودش که بی خطر بی ضرر بی آلایش نگاه بدارد. بیماران را شفای کامل عطا کند. در این ماه مولود و هفته می آمدگی انشالله درباره مولود پیغمبر، سیرت و اخلاق پیغمبر صحبت می شود در این مسجد انشاءالله.
و دعا میکنیم که پروردگارو در این روز اجابت دعا چی امید و آرزوی بندگان از نیکی ها دارند الله برآورده عطا کند. گناهان من شما را بیامرزد. پدر و مادر گذشته من شما را رحمت و مغفرت کند. پروردگار و عرض و ننگ و ناموس و حیا و پاکی مادران و دختران همسران من شما را حفظ کند. جوانان را پروردگار و جوانان با ننگ و با ناموس، با دیانت و با ایمان پروردگار را تربیت کند. پروردگار را صلح و ثبات امنیت کشور ما را همیشگی بگرداند. از پیشوای ملت گرفته تا آخران سربازی که در مرز بوم کشور است در حفظ امان خودش نگاه بدارد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين.